سلام دوستان، با باور قدرت کلمات آغاز میکنم. امروز نوبت من شد و باید براتون استیو جابز رو معرفی کنم. کتاب زیبای استیو جابز. هر کسی که اپل رو بشناسه استیو جابز رو میشناسه و هر کسی که استیو جابز رو بشناسه میدونه که یک کتاب و یک فیلم درباره‌اش نوشته و ساخته شده و امیدوارم که این کتاب رو بخونید. حالا من خلاصش رو میگم ولی خوندنش هم خالی از لطف نیستش. برداشت آزادی که از این کتاب داشتم با چیزهایی که خودم از گوشه کنار در این حال خوندم و بررسی کردم، خلاصه ای رو براتون آماده کردم که امیدوارم خیلی براتون جذاب باشه. خب استیو جابز نابغه‌ای در مرز هنر و فناوری بوده. آدمایی مثل استیو جابز تو دنیا انگشت شمارن، مثلا الان ایلان ماسک. ولی استیو جابز کسی بود که تونست هنر و طراحی و فناوری رو یه جا جمع کنه و این خیلی مهمه و این سه تا ترکیب دنیا رو تغییر داد و باید ببینیم که زندگیش چطوری بوده. چند تا نکته کوچولو من جدا کردم از این کتاب که مجموع خلاصه کتابو میگه. اولیش رهبری بوده با چشم انداز، نه صرفا مدیریت. ببین اینجا آدمی نبود که دنبال مسیرهای تکراری باشه. اون همیشه یه قدم جلوتر بود و فکر میکرد، ایده میداد و متفاوت تر از دیگران فکر میکرد. مثلا وقتی مکینتاش رو معرفی کرد دیگه خب کامپیوتر یه ابزار حرفه‌ای نبود، تبدیل شد به یه چیزی که همه میتونستن استفاده کنن و ازش به عنوان یک ابزار خونگی حتی رونماییش. یا آیفون موقعی ساخته شد دیگه گوشی موبایل فقط برای تماس گرفتن نبود، بلکه یک دنیایی از ابزارهای دیجیتال ما تو جیبمون داشتیم. و یه سخنی هم بود از وارن بنیس که میگفت یک رهبر واقعی کسیه که آینده رو به ما نشون بده، حتی قبل از این که خودمون بفهمیم بهش نیاز داریم. یعنی کاری که الان ایلان ماسک داره میکنه، کاری که حالا استیو جابز در اون دهه کرده، الان مثلا ایلان ماسک داره میکنه یا امثال مثل ایلان ماسک که دیده نمیشن. حتی میتونه ایده خیلی کوچیک باشه ولی خب تأثیرش رو جامعه بذاره. جابز هم همین کار رو میکرده. یعنی رهبری یعنی ایجاد نیاز، نه فقط پاسخ دادن به نیازهای موجود. این مهمه، یعنی ایجاد نیاز کنی، نیازی که ما بدانیم آینده نیاز دارد، بشر نیاز دارد و ما آن را به وجود بیاوریم و ارائه بدهیم. و در ادامه یه بحثی بود تو این کتاب در رابطه با طراحی، یعنی ساده سازی نه فقط زیبا کردن. یه جمله معروف از جابز هست تو کتاب، میگه طراحی فقط ظاهر نیست، اینه که یه چیز چطوری کار کنه. اون همیشه میگفت ساده سازی کار سختیه. مثلا آیفون رو طوری طراحی کرد که بچه‌ها هم بتونن باش کار کنن و اینجاست که میفهمیم چقدر ساده سازی تو طراحی مهمه و یه نوع نبوغه. و اولین اتفاقی هم که افتاد این بوده که جابز اومد توی یک جلسه گفت آقا چرا موبایل باید دکمه داشته باشه، دکمه‌هاش حذف کنیم. و همین حذف دکمه‌های موبایل باعث شد اسمارت فون‌ها به وجود بیاد و این خودش انقلابی بود. و شاید ندونین که جابز به صورت کاملا اتفاقی چه خدمتی به دنیای دیجیتال در زمینه حتی کمش موبایل انجام داده. و موضوع بعدی استانداردهای بالا بوده و جابز اعتقاد داشت حتی برای کارهای کوچیک باید استاندارد بالا باشه. مثلا اگه دستگاهی میسازی، درست داخل اون دستگاه دیده نمیشه ولی باید اینقدر داخلش زیبا و با کیفیت باشه که اون استاندارد کامل رو داشته باشه. برای همین اپل شده، چون علاوه بر بیرون داخل زیبایی داره و یک برند شده، یک برند مطرح، یک شرکت بزرگ. و این که شما بخوای چیزی رو بسازی که استانداردهای بالایی از ظاهر و داخل داشته باشه با ارزشه و بسیار بسیار میتونی تو این موضوع دقت استیو جابز رو ببینی. و اگه دقت کنید محصولات اپل همیشه خاصن، همیشه متفاوتن، همیشه وقتی دستت میگیری با تمام اسمارت فون‌های دیگه متفاوته و رخنمایی میکنه به عبارتی. و موضوع بعدی شکسته که بخشی از مسیر موفقیته.
تو کتاب نوشته بود که جابز سال 1985 از یه شرکتی که خودش تأسیس کرده بود اخراج میشه، ولی بعد به جای که تسلیم بشه یه شرکت جدید به نام نکست رو راه میاندازه و شروع میکنه به کار کردن و بهترین انیمیشن ها رو میسازه و ثابت میکنه که شکست میتونه مقدمه برای موفقیت باشه. و چرچیل هم میگه دیگه، من خونده بودم، چرچیل میگه موفقیت یعنی رفتن از یک شکست به شکست دیگه بدون از دست دادن اشتیاق. خیلی مهمه، یعنی یه جا که شکست میخوری حالا دوباره یه کاری رو شروع کنی و نترسی، اشتیاق تو از دست ندی. موضوع بعدی که تو کتاب بهش اشاره شده اهمیت همکاری و روابط حرفه‌ای. خب استیو جابز بسیار آدم تیم ورکی بود، یعنی آدمی بود که به تیم خیلی اهمیت میداد و تنهایی خیلی علاقه نداشت کار کنه. شاید تنهایی تصمیم میگرفت، شاید تنهایی اون اتفاقای خوب و رقم میزد، ولی نهایتا تیم ورک رو بهش اهمیت میداد. اون تونست با دیزنی همکاری کنه و بهترین استودیوی انیمیشن دنیا رو بسازه، یا حتی وقتی اپل تو وضعیت بدی بود تونست با مایکروسافت وارد همکاری بشه، سرمایه گذاری کنن مایکروسافت داخل اپل. و این خیلی مهمه که هیچ کس نمیتونه به تنهایی دنیا رو عوض کنه. داشتن شریک های حرفه‌ای و اعتماد به دیگران بخش مهم موفقیته. ببینید همه بیزینس هایی که موفق هستن شریک های حرفه‌ای داشتن، نه آدم های تنها، شریک های حرفه‌ای. مثل خود ایلان ماسک ببینید تیم حرفه‌ای داره، شریک های حرفه‌ای داره، خودش به تنهایی نیست، آدم های اطرافش متخصصن و استیو جابز هم اینو واقعا رعایت میکرد. موضوع بعدی یک اصطلاحی درباره جابز هست به نام میدان تحریف واقعیت. میگن وقتی که صحبت میکرده ایده‌هاش رو توضیح میداده که هر چیز رو ممکنه شما فکر کنی نمیشود، ولی یه جوری اونو توضیح میداد که جلوه میکرد، یه جوری توضیح میداد که انگار میشود. مثلا وقتی به تیمش میگفت یه پروژه رو تو یه ماه تموم کنین، همه میگفتن نه نمیشه، امکان نداره، غیر ممکنه، ولی در نهایت انجامش میدادن. و ناپلئون هم میگه جهان به کسانی تعلق داره که جرأت میکنن رویاهای خودشون رو به دیگران تحمیل کنن. خیلی مهمه، خیلی قشنگه. یعنی جهان به کسی تعلق داره که جرأت میکنن ایده هاشون رو تحمیل کنن، نه به معنای بد. اگه ما بدش هم نگاه کنیم طبیعتاً بدش هم درسته، یعنی خیلی از حاکمان هستن که خب ایده هاشون رو میان تحمیل میکنن به جامعه، ولی خب خیلی از بزرگان هم هستن که ایده هاشون رو به معنای خوب تحمیل میکنن، مثل خود استیو جابز که اومد اپل رو تحمیل کرد، مکینتاش رو تحمیل کرد و خیلی تکنولوژی رو تحمیل کرد. و موضوع بعدی ترکیب خلاقیت با تجارت بودش که جابز همیشه میگه ما نمیخوایم فقط پول در بیاریم، میخوایم چیزی بسازیم که دنیا رو بهتر کنه. ولی خب جابز میدونست که چطور تجارت کنه. مثلا قیمت محصولات اپل همیشه یه جوره خاص و پریمیوم بود، ولی ارزشش رو داشت. یعنی این ترکیب خلاقیت، هوش باعث شده بود که هم محصول با کیفیت، هم محصول خوب، هم به قول معروف اون ایده خلاقانه رو به وجود بیاره و هم کسب درآمد خوبی داشته باشه. و خلاصه جمع‌بندی کتاب رو بخوام بکنم، چون خیلی از مطالب کتاب داستان‌های زندگی جابز بود، ولی من نکات مهمش رو براتون گفتم و جمع‌بندیش این میشه که استیو جابز به ما یاد میده برای رسیدن به موفقیت باید چشم‌انداز داشته باشیم. سادگی و کیفیت کلیدهای اصلی هر کاری هستن. شکست رو به عنوان فرصت ببینیم. برای موفقیت باید تیم خوبی داشته باشیم و از کمک دیگران استفاده کنیم. هر چیزی ممکنه به شرطی که خودش و خودت باورش کنی. این مهمترین درس هاییه که تو این کتاب میتونیم بگیریم. و در آخر جابز یک جمله معروف داره، میگه آدم هایی که به قدری دیوانه هستن که فکر میکنن میتونن دنیا رو تغییر بدن، همون هایی هستن که واقعا تغییرش میدن. این هم کتاب استیو جابز، بتونین فیلمش هم ببینین و چه حالت داستانواره، ولی مطالبی که من ازش کشیدم بیرون و مختص کلامه همینا بودش و با باور قدرت کلمات به پایان میرسانیم.